والله پاک نما درود و رهبات میار جلی گندوکا منومت هر جای که هست درد و سلامت بیت ادام جشنواره بانوکان مهران تو ما در خدمت یک چه بیبیانی که ما دیمتر هوری بیبی مصاحبه این کورتا لورتین در زحمت داته ولی ادام ما گندی که بساط بیبی پهن کورتا و صنایع دستی و یک چه بانوکانی که بسیار تلاشگر و بقولی پایکاره. مادر جان سلام جوری تو؟ سلامتی سلام. احوالت خوبه؟ بیا په دوربین باش تو معرفی بکن به ما. مهدی حاجی زاده روستا نوکاباد سرهنگ. خانم محبیبی حاجی زاده روستای نوکاباد سرهنگ. خانم حاجی زاده تو گوش تو کاربار چیه؟ کاربار من te منزل سوزن دوزی شال دوچین این گلان دوچین که تم چیه شگل زیبایی برای منزل برای جلو ماشین کوچکانشون داره و جلو ماشینش و چیزا خیلی خوب خوشگل داخل منزل پذیرایی منزل. خیلی هم خوب. چند سال مادر تو کار سوزن دوزی و این صنایع دستی انجام بده؟ نزدیک 15 16 ساله. ماشاءالله 15 16 سال هم بانو حاجی زاده کار هنری و صنایع دستی شان انجام دادم شیم که شما گندی سک خوشگل و قشنگه. آره چند نمونه دیگر هم هست. تو توضیح بده در مورد چی الان شیپ چیه؟ جلو ماشین خوبه داخل منزل زیبایی منزل دیگه. بسیار عالی. دیگه تو سوزن دوزی هم خانم حاجی زاده من هیچ کدوم دیستم که تو قبلا ما گوتو خبر کردم. شال دارین شال مثلا گشته فروش ما در شهرستان بیتن دیگه تا منزل که فروشی ندارین. یعنی ایدان شما خیلی فروش نگشتر؟ ماشینایی که برای فروش دارین تا منزل فروشی چی نیست. کجا رفته الان گشتر برای معرفی حالا صنایع دستی وقت؟ فعلا جلوتر ما تهران رفتیم، چابهار رفتیم، کنرک رفتیم، ایران شهر بودیم. خلاصه دیگه فروش رفتیم وسایل ما. جای دیگه استقبال بوده از کاران شما دیگه درست؟ بله بله. چه انتظاری تا ایدام مثلا اهم بده بلوتن بها بکنه مثلا مردم بزرگانتش؟ انتظار چی داریم مسئولان بیاید خرید بکنن ما شب روز سوزن دوزی کنن به خاطر براسان که بیاید تمامش کارمند بیاید خرید کنن بر ما صنعتگران سوزن دوزان. بانو حاجی زاده انتظارش این که کارمند دانشانی که در همین محل در همین استان مخصوصا بلوچستان ما شما بیان حمایت بکنن از محصولاتشان خرید بکنن و به هر حال این زحمتش دوزی کنن به خاطر همین ملت که بیاید خرید کنن ما صنایع دستی که داریم باید بیاید خرید کنن نه بچارن باید خرید بکنن. هرچی که شما باشید ما یک بحثی گزارش گندین و گوره برگردیم وقتی آخری هم برن گوه بانو حاجی زاده انجام دیم. ما همراه بید. منتوار شما گندوکان که بهر گذاشته ما همراهتید. ما همچنان در خدمت خانم حاجی زاده. خانم حاجی زاده شما علاوه بر اینکه هنرمند خیلی خوبی هستی صنایع دستی تا من هیچ که شما آشپز خیلی زبردستی هم هست و کار آشپزی تا هم ماهره دیگه هست؟ بله بله. ما در هر نمایشگاهی نزدیکی مثلا 500 نفر هم توانی چنگال درست کنه که پذیرایی بدیم به مردم به فروشش به پذیراییش و دیگه هم مثلا چی دارین دلک گندم الان دلک تیار تیدم گوڑا تو به گوڑا ضد کرونا دلک گندم که بسیار هم خوشمزه تو یک کمی بریش مبچار امتحانی بکنید دیم په دوربین ما لوتین دلک هم مزه بکنید در خدمت خانم حاجی زاده ماشاءالله چی واشین دلک یعنی 20 گرم بیبی دیگه نه؟ ضد کرونا دلک گندم خیلی درست کرده سوپ گندم قدیم گوشت دلک الان گوشت سوپ گندم شی برای سینه درد تپ و اسخوان درد و پهلو درد و سرما ضد کرونا. من هم سردرد و هم سینه درد و هم سرما حالا کرونا بیا بلا هم بیا نگفتم ولی دیگه به من واجبم با اجازه شما من امتحان هم کنم. چسبت به بیبی
بله توندن سوی چاکن. یه ذره که چی بدارن فلفل بدارن تو سینه گرم بگیر تا قدیما یک سرمای وارده شیش وارده تلیف رفتن وقتش حسام داشته سری دیگه سینه درد گار بود تفش گار بود. بله مسلمان چی باز سوی چاکه. نه یه دفعه دیگه باز توندن تو بله دیگه دست شما در مکن زحمت تو کشتم. ما در خدمت شما اگر خبری ها رو به دوربین میارجل پما بگوش رو ما مثلا داخل منزل در سوزن دوزی کنه که تین نمازگاه یای مسئولی هم باید بیایم وقتش خرید بکنه گرما ما الان تو منندی بیاید الکی بیان بچارن درد نوا با ما بیان خرید بکنه انشالله بیای خرید بکنه چه خانم حاجی زاده و هر چه هنرمند صنایع دستی بومی منطقه خرید بکنه و حمایتش بکنه که دیگه بالاخره کار سخت نه. انشالله حمایت میکنم. منتوارن چه شما که گذاشته گمه رو همراه هر جایی که هستید مدام سلامت باشید. الله میاره. خدا حافظ.